سلام، امروز چطوری؟ اینا همه رو یه روز سرت تلافی میکنم. میگم شنیدی تو دادگاه محکوم به نسل کشی شدی؟ اینا همش زیر سر توه. تازه سازمان ملل قطعنامه صلح فوری هم تصویب کرده. اون که آمریکا داداشمه وتوش میکنه. اتفاقا این دفعه اصلا وتو نکرده. صادرات اصلا به شما ممنوع شده. خبر داری؟ ببین الان یه کاری میکنم همه اینا برگرده. بیا کنسولگریتون هم زدم، بیا منو بزن. آی مردم، آی سازمان ملل، ایران میخواد منو بزنه، به من اسلحه بدین، با همین دستاش میخواد منو خفه کنه. بیا منو خفه کن. چرا نمیزنی؟ تو نه، تو هم نه، خودت باید بزنی. تو که داری میخوری، حالا چه فرقی میکنه؟ نه، فقط باید خودت بزنی. ببین اون که حتما، اما زمانش رو من تعیین میکنم نه تو. ببین من دهن یکتونو. آها، الان نوبت منه که بزنم.